سلام، من معصومه لاهوتی هستم و اینجا 4مین قسمت از پادکست از رنج تا رهایی که از کتاب رهایی از ناآرامی اثر ارزشمند استاد ممتاز دانشگاه جناب آقای دکتر سید حمیدرضا علوی برای شما عزیزان قرائت میشه. با نام و یاد خدا. با گذشت سنین بیشتری از عمرتان تا چه اندازه متقاعد و مطمئن گشته اید که بدی برای بدکار جز بدی نمی زاید و هرگز عامل زایش خوبی نمی باشد. تصور می کنید فردی که در حق شما بدی می کند آیا خود وی بیشتر متحمل آثار بلند مدت آن بدی خواهد بود یا شما؟ آیا با ایجاد غصه در دیگران می توان شاد شد و شاد ماند؟ آیا می توان آرامش را در ناآرام ساختن دیگری جست؟ با شناختی که شما از نظام حاکم بر هستی و خدای عادل دارید، پاسخ این سوالات را چگونه می دهید؟ مطمئن باشید در صورت دقت و تأمل به زودی در خواهید یافت که این نظام عمل و عکس العمل است، به طوری که کوچکترین رفتاری، حتی فکری که در قلبی نسبت به انسان دیگری می‌گذارد، بازخورد و طنین خاص خود را در عالم آفرینش خواهد داشت. هر قدر شناختتان نسبت به چنین نظامی افزایش یابد، اطمینانتان نسبت به دریافت بازخوردها و عکس‌العمل‌های متناسب با هر رفتار افزایش خواهد یافت. با حصول چنین شناختی دیگر از شما انتظار نمی رود که از هر گونه برخورد سوء و ناعادلانه دیگران با شما این گونه عصبانی و رنجور بمانید و خشم خاموش پنهان در درون شما مانع درک حلاوت زندگیتان گردد. بدیهی است نمیتوان نسبت به رفتار بد دیگران نگران نبود و واکنش متناسب را از خود بروز نداد، اما نه به شکلی که آثار منفی چنین واکنشی به مراتب از آن رفتار ناشایست افزونتر باشد و سبب بروز ناآرامی‌های بسیار بیشتر شود. چنین ناآرامی‌های غیر قابل تأییدی نشان بینش ضعیف و یا فقدان بینش فرد نسبت به نظام هستی است. حتی یک آیه در قرآن کریم یافت نمی شود که در آن گفته شود کسانی که بینش یا بصیرت دارند غافلند و یا غصه بیجا می خورند و یا کافر و فاسقند و یا مضطرب و افسرده اند. در این حال حق را پذیرا باشید، حتی اگر به ظاهر پذیرش آن را دشوار یابید. مثلا اگر در جلسه ای بدون تأمل و نسنجیده سخنی را گفته اید و بازخورد مناسبی را دریافت نداشته اید و اکنون نگران آن بازخوردها هستید، باید بدانید که حق همین است که نسنجیده حرف زدن، بازخورد نامناسب و نگرانی فعلی شما را در پی داشته باشد و گویی اگر خلاف این حقیقت پیش رود، قوانین حق حاکم بر هستی و وقایع معطل مانده و تضییع گشته‌اند. از سوی دیگر بدانید و مطمئن باشید که در واقع به سود شماست در مواردی که رعایت یک سری موازین را ننموده اید، شوک‌هایی حتی به مراتب بالاتر از این به شما وارد شود تا بعد از این بیشتر حواستان را جمع کنید. همین امور می توانند سبب عبرتگیری قوی شما گردند. از سوی دیگر شما که از رفتار
متکبرانه فردی متکبر چنین خشمگین می‌شوید و پیوسته در دل با فکر به آن خود را به صورت افراطی و بیهوده نگران می‌سازید، اگر بیشتر فکر کنید شاید در مرحله دوم بعد از چنان خشمی در دل خندتان گیرد که مثلا فردی به واسطه ثروتی یا مدرکی بالاتر طرز راه رفتن و نگاه کردن و یا برخوردش عوض شده است. اگر حتی بیشتر بیاندیشید در مرحله سوم شاید دلتان برای آن فرد بسوزد. در این مرحله متوجه این نکته می شوید که به راستی فردی چقدر باید ضعیف بوده، از چه درجه هوش کمی برخوردار باشد و یا واجد چه نگرش و طرز تلقی پایینی باشد که اندک تفاوتی در موقعیتش، آن هم اگر وجود داشته باشد، این گونه رفتارش را تغییر می دهد. پس وی را شایسته ترحم و کمک می یابید تا غضب. خردبین ترین افراد متکبرترین آنانند، زیرا اگر خردنگر و واجد عزت نفس پایینی نبودند، قطعه میزی یا اندک پولی به نظرشان آنگونه جلوه نمی کرد که سبب شود رفتارشان با دیگران به گونه ای زننده عوض کردند. حضرت علی علیه السلام در این باره این گونه می فرماید: اگر خداوند تکبر ورزیدن را به کسی اجازه میداد، حتما در مرحله نخستین آن را مخصوص پیامبران و اولیای خود می ساخت. اما خداوند تکبر و خود برتربینی را برای همه آنها منفور شمرده است و تواضع و فروتنی را برایشان پسندیده و آنها گونه ها را به زمین می گذارند و صورت ها را به خاک می ساییدند و پر و بال خویش را برای مؤمنان می گسترانیدند. این نکته را هم لحاظ نمایید، همانطور که در مواردی خود شما بدون آنکه بخواهید و اراده کنید کم حوصله می شوید و اعصابتان ضعیفتر می گردد، چه بسا دیگران نیز همین گونه شوند. به عبارتی بلافاصله هر حالت مردم را متعمدانه ندانید و تصور ننمایید که لزوماً قصد آزار و اذیت شما را دارند. بر همین اساس فوراً در صدد تلافی بر نیایید که بخواهید با آنان مقابله به مثل کنید و مثلا شما هم آنان را به گونه‌ای آزرده خاطر سازید، بلکه در عوض باید گفت در چنین مواقعی این گونه افراد عمدتاً شایسته ترحمند تا انتقام و بیشتر سزاوار آنند که ببینید برای حالاتی که خود آنان نیز از آن در عذابند چه چاره‌ای می‌توانید بیندیشید، نه که شما نیز روز به روز با رفتار نسنجیده تان به وخامت روحی آنان بیفزایید.